ассалому алайкум шунавандаҳои гиромӣ. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хоҷамқул. гуфтори 31. асари пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат китоби арзишманди дорои хусусияти энциклопедӣ буда аз рӯи хислат, мавзӯъ, муҳтаво, равиши таҳқиқ, навгонӣ, дарбаргирии мавод, дастабандии таърихи ташаккул, сохти дастурии забони тоҷикӣ, арзёбии куллии масоили забону адабиёт, дастоварди беназир, таҳқиқоти пурарзиш ва саҳифаи тоза дар илми забоншиносии замони истиқлол маҳсуб мегардад. کرمانی سروری قبیله های یمنی خراسان دشمنی والی خراسان نصر ابن سیار بود. نصر در سال 744 او را گرفته در قلعه زندان کرد و غلام ایرانی او را که به قول طبری بسام نام داشت به خدمت او گماشت. بسام سوراخ تنگ در دیوار قلعه یافت و به کرمانی که مردی تنومند بود پیشنهاد کرد از آنجا بگریزد. هنگامی که کرمانی با رنج بسیار به سوراخی در آمد، ماری را دید و بانگ به غلام زد. بدبخت، مار مار. غلام نیز بانگ زد بگز بگز. به اندیشه آذرنوش مقصود غلام از این سخن چیست و به کی میگوید بگز معلوم نیست، ولی این روایت نشان میدهد که امیر عرب فارسی را خوب میداند و برعکس غلام هیچ عربی نمیداند. 33. تازی ایشان کستم. یکی از فرماندهان لشکری طاهر ابن حسین که داوود سیاه نام داشت، هنگام جنگ فرمانده سپاهیان امین علی ابن عیسی را بر زمین زد و به زبان فارسی بانگ برآورد: تازی ایشان کستم. بعضی مورخان کستم را کشتم پنداشتند، ولی آذرنوش با توجه به این که داوود سیاه علی ابن عیسی را به زمین زده باشد هم نکشته است، اصل این کلمه را از فعل کستن به معنی فرو کوفتن که در برهان قاطع هم آمده است تخمین می کند. 34. نیکان کنند و بزان بدان کنند و هر کی این کند سال واسر نبرد. به اندیشه آذرنوش هنگامی که سپاهیان مازیار دیوارهای آمولی تبریستان را ویران می کرد، بر دروازه گرگان بستوقه یافتند که سری آن را با قلعی محکم بسته بودند. آن را بشکستند، در آن لوح میسین یافتند با همین نوشته با یکی از انواع خط پهلوی و مترجمی را فرمودند تا این نوشته را برخواند. براستی نیز چنین شد. سال به سر نآمده مازیار در سال 224 825
اسیر افتاد و کشته شد. سی و پنجم، اگر از پوست بارون بیرون بیایی نشناسیم. جاهیز در بخلای خود روایتی را از گذشتگان خود نقل کرده است که مرد عرب به دیدن دوستش که سخت بخیل بود به مرو رفت. مردی مروی خود را به نادانی زده او را نشناخت. مردی عرب دستار و عبا از تن بیرون کردن گرفت تا مروی بشناسدش، اما دوست مروی به عرب گفت اگر از پوست بارون بیرون بیایی نشناسیم. سی و ششم، بدی نپسندید و دوست دارید نیکی. جهان همه مرا نگیرید. 3 چیز تو را دادم: جلالی من، عظمتی من و بهای من. تو را دادم علم اولین و آخرین. جمله های مذکور را مجتبی مینوی از رساله های عربی یکی از بزرگان تصوف ابو عبدالله ترمیزی وفاتش بین سالهای 908 913 هم پیدا کرده است. سی و هفتم، چون کنم با این مشتی ستمگار جز آن که بیامرزم. مؤلف فرهنگ جهانگیری از تفسیر حسن ابن ابوالحسن دیلمی نقل می کند که پیغمبر روزی از میکائیل پرسید آیا خدا چیزی به فارسی گفته است؟ میکائیل پاسخ داد آری و همین جمله را نقل کرد. 38. اگر خدا بنده بودی به بودی. آمد بسر آمد. دارو کن تا بمیری. این جمله ها از صوفی معروف بایزید بسطامی 803 874 نقل قول شده است. 39. بار خدایا بارانمان کو. این جمله به یکی از شاگردان بایزید بسطامی منسوب است. 40. دل دیلین به نه دل گیلین. جمله مذکور منسوب است و برادرزاده بایزید بسطامی. 41. ای بسی معلم تباه شده، تو را کی به صلاح تواند آورد؟ این جمله به صوفی شناخته حاتمی اصم که سال 851 در وشگرد ماوراءالنهر ناحیه فیض‌آباد تاجیکستان از عالم درگذشت منسوب دانسته شده است. 2.
نمونه های نظم. نمونه های باقی مانده منظوم در متون عربی و فارسی از اینها عبارتند. یکم، منم شیری شلنبه و منم ببری تله، یا منم آن شیری شله، منم آن ببری یله، منم آن بهرامی گور، منم آن بوجبله، یا که منم آن شیری دمانو، منم آن ببری یله، نامی من بهرامی گور، کنیتم بوجبله. چنان که به نظر می رسد این نمونه گونه های زیاد دارد و به چند شکل تا زمان ما رسیده است. ضمناً باید گفت که بعضی پژوهشگران آن را همچون نخستین نمونه شعری فارسی دری قلمداد کردند. دانشمندی ایران صادقی در شرح این نمونه قول ابن خردادبه را می آورد که به گفته وی شهر دماوند شلنبه نامیده می شده است. ولی این مطلب که این نخستین نمونه شعری دری است و بهرامی گور اولین شاعری است که به فارسی دری شعر گفته است، به حقیقت موافقت ندارد. دانشمندی معروف افغانستان احمد جاوید دو دلیل زیرین را گواهی از بهرامی گور نبودن این 4 پاره شعر می داند. نخست اینکه اصلی نام او به پهلوی ورهرام است که در زبان دری بهرام شده است. دویم کنیه‌ای مخصوصی عرب ها بود و بیشتر از نام فرزند می گرفتند، در آن زمان معمول نبود و به اندیشه او احیانا اگر وجودی کنیه را قبول کنیم بوجبله کنیتی عجیبی می شود، مخصوصاً کنیت با نام کوه و آن هم در صیغه تأنیث، یعنی در شکل زنانه. احتمال این بیت را کاتبان بعدی به بهرامی گور نسبت دادند. دویم کوری خمیر آمد خاتون دروغ کنده، یا کوری خمیر آمد خاتون در وغی کنده. مؤلف تاریخ بخارا ابوبکر نفشخی درباره خاتون بخارا که در روزگار فتح بخارا به دست سردار عرب سید ابن عثمان سال 678 پادشاهی بخارا را به ذمه داشت، یاد می کند که این خاتون زنی بود شیرین و با جمال. سید بر وی عاشق شد و اهل بخارا را در این معنی سرودهاست به زبان بخاری. نرشخی از آن سروده ها چیزی ذکر نمی کند، ولی گمان می رود سروده مذکور که ابن حبیب آن را منسوب به زبان خراسانی دانسته، عبدالحسین زرین کوب، احمد علی رجایی، علی اشرف صادقی، محمد جان شکوری و دادی خدا سیم‌الدین درباره این دو پاره شعر هر کدام اظهار نظری خاص کرده اند، نمونه از همان سروده هاست.
سیوم. آب است نبیذ است، اساراتی زبیب است، سمیه روسبیز است. طبری، ابن قتیبه، ابوالفرج اصفهانی، جاهیز، مؤلف تاریخ سیستان و دیگران نقل کردند که وقتی عباد ابن زیاد برادر عبیدالله ابن زیاد به حکومت سیستان منصوب شد، یزید ابن مفرق حمیری شاعر عرب نیز همراه او بود. عباد به سبب گرفتاری های زیادی حکومتداری فرصت نیافت تا چنان که شایسته است به یزید ابن مفرق عنایت نماید. یزید از این امر ملول شد و نسبت به عباد و نزدیکان او بدگویی آغاز کرد. عباد یزید را به زندان افکند، ولی یزید پس از چندی از سیستان به بصره گریخته در آنجا و شهرهای دیگر به بدگویی از عباد و تباهکاری های مادر او سمیه مشغول شد. عبیدالله ابن زیاد او را دستگیر کرد و دستور داد که او را نبیدی شرابی شیرینی آمیخته به شبریم، گیاه اسهال آور، نوشانیدند و گربه و سگ و خوکی را با او در یک بند بستند و در کوچه های بصره گردانیدند. بر اثر نبید و شبریم یزید درون رو شد. کودکان بصره در پی او فریاد می زدند: این چیست؟ و یزید جواب می داد: آب است نبیذ است، اسارات زبیب است، سمیه روسبیز است. مصرع سمیه روسبیز است اشاره به مادر عباد و عبیدالله است که در جوانی بدکاره بوده است. این واقعه در زمان خلافت یزید ابن معاویه سالهای 60 682 64 686 به عمل آمده است و در این 3 پاره شعر در برابر واژگان دری کلمه های عربی نیز موجود است. خود یزید ابن مفرق شاعر اصلا عرب و عربی زبان بود و فارسی دری را احتمالاً در سیستان که مدتی در آنجا در حلقه درباریان عباد ابن زیاد قرار داشت آموخته است. چارم، از خوتلان آمزی برو تباه آمزی، آبار باز آمزی خشک نزار آمزی. طبری در 3 مورد از حوادث سالهای 108 730 و 119 741 نقل می کند که والی خراسان اسد ابن عبدالله به ختلان لشکر کشید و در این جنگ شکست خورده شرمسار و پریشان به بلخ گریخت. این شعر از جانب مردمی بلخ به این مناسبت سروده شده است و کودکان آن را در کوچه های بلخ می خواندند. 5. ابا این تیمار بایز اندک شازی. ابن قتیبه در عیون الاخبار از قول علی ابن هشام روایت می کند که در شهر مرو
مرد برای ما قصه های گریه آور نقل می کرد و ما را می گریانید. پس از آستین تنبوری برمی آورد و چنین می خواند: ابا این تیمار بایزد اندکی شازدی، یعنی پس از این غم و اندوه اندکی می باید شادی کرد. ششم، سمرقندی کندمند به زینت کی افکند، از شاش تبیهی همیشه تخواهی. دانشمند ایرانی صادقی مصرع چهارم را به صورتی همیشه خواهی تصحیح کرده است، یعنی ای سمرقندی ویران، تو را کی به این روز افکند؟ تو از شاش معربی جاج تاشکند امروزه بهتری، همیشه بهتر، آفرین. ابن خردادبی 820 912 913 این شعر را به ابوالینبغی عباس ابن ترخان که به خاندان برمکیان و خلیفگان بغداد قرابت داشت نسبت می دهد. عباس اقبال با توجه به نام پدری ابوالینبغی ترخون که لقب پادشاهان سمرقند بود، او را از شاهزادگان سمرقند می داند. احتمال می رود که ابوالینبغی سمرقندی اصل بوده در بغداد مورد عنایت خاندان ایرانی اصلی برمکیان قرار گرفته است و به تشویق آنان به عربی و فارسی شعر سروده است. هفتم، سرودی آتشکده کرکوی. فروخت با داروش خونیده گرشاس پوش، همی برست در جوش نوش کن می نوش. دوستی بداکوش به آفرین نهاده گوش، همیشه نیکی کوش دی گذشت و دوش. شاها خدایگانا با فرین شاهی. در تاریخ سیستان بنای آتشکده کرکوی سیستان به کیخسرو نسبت داده شده. در ادامه مطلب سرودی مذکور ذکر گردیده است. صادقی در این سروده کلمه های فروخت را به معنی افروخته، روش را مخفف رویش، خنیده را ستوده و پسندیده و مشهور، هوش را جان و روان، ترکیبی بور است را پور است، بداکوش را بداغوش یعنی به آغوش، گذشت را گذشت احتمال داده. در مجموع آن را چنین معنی داد کرده است: افروخته بادا روی آن، یعنی روی گرشاسب خوشی، لقب آتشکده ستوده و مشهور. گرشاسب خوش از جوش پر است. اشعاری بعد خطاب به شاه است: در حالی که دوست در آغوش داری و به مت گوش نهاده‌ای، می بنوش و همیشه به سوی نیکی کوش. گذشته دیروز و دیشب گذشت،
شاها خدایگانا، همراه با آفرین و ستایشی شاهی. 8. نرگیس اوزمرز دسته، مروارید فزور استه، زرش در میان بسته. یعنی نرگیس به دسته زمردی مانند است که مروارید به او رسته و میانش زر بستند. این قطعه را در وصف نرگیس احتمالاً راغب اصفهانی وفاتش تقریباً سال 1009 سروده است. 9. حجب را به کیهان انوشه بیزی، جهان را به دیدار توشه بیزی. دولت شاه سمرقندی در تذکرة الشعراء خود از قول ابو طاهر خاتونی آورده است که در عهد ازود دوله دیلمی هنوز قصر شیرین که در خانقین است پر ویران نشده بود و نوشته مذکور را از همان قصر یافتند. 10. بخور با نوی جهان، 1000 سال نوروز و مهرگان. مؤلف مجمل التواریخ تألیفش سال 1126 در شرح حال همای چهرزاد دختری بهمن می گوید که او در عهد خویش فرمود که بر نقش زر و دیرم چنین نوشتند: چنان که از این تقریباً 40 عباره و ترکیبات جداگانه نثری و 10 نمونه شعری به مشاهده می رسد، به استثنای سخنانی که به بهرام گور و دیگر سروران عهد ساسانی نسبت داده شده اند و به هر صورت در اصالت آنها جای شک و تردید موجود است، اکثر سخنان دیگر به اهل خراسان و ماوراء النهر تعلق دارند یا در مراجعت به آنها گفته شده. شما گفتار 31 رو از روی کتاب یکم اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان زبان ملت هستی ملت تحت عنوان به سوی پایندگی در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمخول شنیدید. کارگردان شیرعلی نزلی، صدابردار نگینه خیرالله. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی.